سلام، جویزاده هستم. سعید جویزاده، مدیر مرکز کوچینگ ایران. خیلی از ما میپرسن کوچینگ چیست و بعضی افرادن گیج شدن، چون خیلی افراد نمیتونن تفاوتی بین مشاوره، درمان، آموزش، منتور و کوچ یا کوچینگ رو بدونن. به خاطر که بهتر متوجه بشید من رو در قالب داستان میگم. روز و روزگاری در زمانهای خیلی دور یه روباهی بود در یه جنگلی که میخواست از یک رودخونه رد بشه. جغدی هم در بالای درختی نشسته بود و داشت اینو نگاه میکرد. روباه ترسید که بره اون بر رودخونه، چون از آب ترسید و نگاهی به آب کرد و گفت این کار من نیست. و بعد دید ماهی‌ها چه قشنگ شنا میکنن و میرن اون بر رودخونه. گفت منم ماهی میشم، مثل ماهی‌ها شنا میکنم و میرم اون بر رودخونه. وقتی اومد مثل ماهی‌ها شنا کنه و بره به مقصد برسه، یعنی در واقع به رویاش که اون بر رودخونه برسه، خب آب توی دهانیش و حلقش و اینا رفت و میخواست خفه بشه، ترسید، دور برگشت و گفت کار من نیست. چند روز دیگه نگاه به پرنده ها کردید، پرنده ها چقدر راحت دارم میپرم از رودخونه و منم میتونم به رویای خودم که اون بر رودخونه است به سبک پرنده ها برم و به مقصدم برسم. دو تا برگی بسیار بزرگی رو پیدا کرد که به صورت در نقش بال پرنده براش ایفا کنه و اومد بال بزنه، افتاد تو آب و نتونست پرواز کنه متاسفانه روباه و دوباره برگشت. خب کلافه شد و نتونست بره بر رودخونه. جغد از بالا داشت این داستان نظاره میکرد و روباه به جغد گفت میتونی به من کمک کنی؟ جغد گفت آره من میتونم بهت کمک کنم، با افتخار در خدمت تو هستم که به تو کمک کنم. روباه گفت چرا من نمیتونم برم اون بر رودخونه؟ چرا من نمیتونم به رویاهام برسم؟ جغد گفت تا حالا تلاشی هم کردی؟ البته جغد دیده بود ولی میخواست یه درسی رو به این یاد بده. گفت تا حالا تلاش کردی؟ گاره یه بار میخواستم مثل ماهی‌ها بشم، از رودخونه رد بشم، نتونستم. یه بارم میخواستم مثل پرنده ها بشم، هر چی تلاش کردم نتونستم. جغد گفت مشکل تو یه جای دیگه است. روباه گفت کجا مشکل من کجاست؟ گفت برو لب آب. روباه رفت لب آب و بعد جغد به روباه گفت نگاهی به آب بنداز. نگاهی به آب انداخت. جغد گفت چی میبینی تو آب؟ روباه گفت خودم میبینم. دوباره جغد به روباه گفت حالا چی میبینی؟ روباه گفت خودم میبینم. گفت خب روباها چی کار میکنن؟ وقتی یه روباه هستی خودت باش. روباها چی کار میکنن؟ روباه گفت ما معمولا مشاهده میکنیم، ارزیابی میکنیم و بعد اقدام میکنیم، یعنی و بعد خیز برمیداریم میپریم. جغد گفت خب همین کارو بکن. تو کاری که روباه میکنن انجام نمیدی، میخوای کاری که دیگران میکنن انجام بدی بعد به رویات برسی. روباه پس از چند ساعت که نگاه به رودخونه کرد، مشاهده کرد، ارزیابی کرد، مشاهده کرد به رودخونه و پاشو یه کمی تو رودخونه جای مختلف رودخونه گذاشت، دید عمق رودخونه زیاد نیست، بعد دید عرض رودخونه هم زیاد نیست، اشتباه میکرده و بعد در نهایت پرید اون بر رودخونه و به رویاها و به آرزوهاش رسید و از جغد تشکر کرد. نگاه بچه‌ها، کوچینگ یعنی این که شما خودت باشی، یعنی کوچینگ یعنی این که شما به بینش و بصیرتی برسی که خودت راه حل خودتو پیدا کنی. کوچینگ یعنی این که یه چشمی به چشم نصب کنی که بتونی جهان رو یه جور متفاوت ببینی. البته اون چشم کوچ به تو میده، مربی به تو میده. یعنی مربی در نقش چشم فروشیه که چشمی به شما میده که با اون چشم میتونی دنیای اطراف تو بهتر ببینی. کوچینگ یعنی این که شما بتونی دور دست ها رو بهتر ببینی. اینم کوچ بهت میگه. یعنی در واقع وقتی که توی فرآیند کوچینگ قرار بگیری، شما به عنوان مراجع و کوچ به عنوان مربی به شما کمک میکنه که بتونی فرسنگ‌ها رو بهتر ببینی، بتونی جهان رو متفاوت ببینی، بتونی از زاویه دیگه به این قضایا و مشکلات و چالش‌ها نگاه کنی. به تو یاد میده کوچ که بتونی فکرهای متفاوتی رو دنبال کنی، بتونی خودت فکر کنی، بتونی خودت به خرد برسی، بتونی خودت به آگاهی برسی. در واقع در فرآیند کوچینگ شما راه 1000 ساله رو یه شبه میرید. البته این یه شبه شاید 1 سال طول بکشه، شاید 2 سال. و همیشه من میگم در فرآیند کوچینگ مواظب این باشید که این که میگن سریع به نتیجه میرسی و مربی میاد یا کوچ میاد شما رو به سریع به رویاهاتون میرسونه، از نقطه A به نقطه B میرسونه. این اینجوری نیست که شب بخوابی صبح بلند شی به نقطه B رسیدی، چون که آرزوها برستن با آرزوها که ایون نیست که
رویداد نیست، یک فراینده. کوچینگ یعنی اینکه شما بتونی خودت ماهیگیری کنی، نه اینکه ماهی به شما بدن. کوچینگ یعنی اینکه بتونی زودتر به اون چیزی که میخوای برسی و در واقع کوچینگ یعنی پا گذاشتن به دنیای ناشناخته ها. ولی در این دنیای ناشناخته ها یه فانوسی داره به شما کمک میکنه. وقتی یه کشتی حرکت میکنه، کشتی شما هستی. فانوس همون کوچه که باعث میشه شما به صخره‌ها نخورین. در فرآیند کوچینگ که یک فرایند بسیار قدیمیه و فکر نکنید امروز کوچ اومده، از زمان پیدایش انسان رابطه بین مربی و مراجع بوده. شما در داستان‌ها مثل مولانا و شمس، حضرت موسی و خضر و خیلی داستان دیگه در دنیا شنیدید که همیشه این فرآیند کوچینگ وجود داشته و همچنان هم وجود داره.